یأجوج و مأجوج. میگویند هزاران سال پیش از اینکه تمدن انسانها شکل بگیرد، موجوداتی ترسناک به نام یأجوج و مأجوج در زمین زندگی می کردند. این قوم عظیم و جثه و بیرحم هیچ شباهتی به انسانها نداشتند جز در چهره دور از هر حس انسانی. آنها غارتگرانی بودند که به دهکده‌های دورافتاده حمله می کردند، زمینها را می سوزاندند و انسانها را نه تنها به بردگی می گرفتند بلکه حتی از گوشتشان تغذیه می کردند. در افسانه ها آمده که این قوم در سرزمین‌های دورافتاده میان کوه‌ها، بیابان‌های ناشناخته و جنگل‌های تاریک سکونت داشتند و هیچ کس توان رویارویی با آنها را نداشت. مردم آن زمان به سختی در ترس و ناامیدی زندگی می کردند تا اینکه مردی از سوی خداوند فرستاده شد. ذوالقرنین، فرمانروای قدرتمند و عدالت محور. ذوالقرنین همیشه در سفر بود و به سرزمین‌های دورافتاده و ناشناخته سفر می کرد. او به دنبال عدالت و برقراری صلح میان مردم بود. اما گفته می شود که در یکی از سفرهایش به سرزمینی رسید که درگیر وحشت و نابودی بود. ذوالقرنین در سفری طولانی به سرزمین‌های دورافتاده رسید و با مردمی مواجه شد که از وحشت قوم یأجوج و مأجوج به کوه‌ها پناه برده بودند. این مردم از او کمک خواستند و گفتند: ای ذوالقرنین، ما در امان نیستیم. این موجودات شبانه از میان دو کوه به سرزمین‌های ما وارد می‌شوند و به ما حمله می‌کنند و دارایی جان و فرزندانمان را می‌ربایند. آنها چهره‌ای خشمگین با هیبتی چند برابر انسان دارند، شمشیرهایی که از استخوان انسان ساخته شده و دندانهایی که حتی سنگها را هم خرد می‌کنند. چشمهای سرخ و خونی نشان در تاریکی می‌درخشد و شاخهای بزرگ روی سرشان به آنها ظاهری شیطانی و ترسناک می‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند در برابر آنها مقاومت کند. ما مقدار پول و طلا به تو می‌دهیم، ما را از دست آنها نجات بده. آهش می‌کنیم. ذوالقرنین که از ظلم این قوم آگاه شده بود گفت: من پول و طلای شما را نمی‌خواهم، فقط از شما می‌خواهم که به من در این راه کمک کنید. او تصمیم گرفت سدی عظیم میان دو کوه بسازد و یأجوج و مأجوج را برای همیشه در آن سوی دیوار در سرزمین خودشان زندانی کند. اما این کار آسانی نبود. آنها شبانه روز تلاش می‌کردند تا با مس و آهن سدی محکم بسازند. وقتی ساخت سد به نیمه رسیده بود، یأجوج و مأجوج از خشم به دیوار حمله کردند. غرش وحشیانه آنها در دل دره پیچید و زمین زیر پای مردم لرزید. برخی از مردم از ترس پا به فرار گذاشتند، اما ذوالقرنین با صدای محکم فریاد زد: اگر فرار کنید آنها هرگز متوقف نخواهند شد. باید با هم بجنگیم و سد را به پایان برسانیم. با این سخنان مردم دوباره بازگشتند و به کار ادامه دادند. یأجوج و مأجوج در حالی که با دندانهایشان سنگها را می‌جویدند و شمشیرهای استخوانی خود را به سمت دیوار پرتاب می‌کردند، سعی داشتند از ساخت سد جلوگیری کنند. اما در آخرین لحظات وقتی سد کامل شد، ذوالقرنین با نیروی الهی دعای خواند و آتش مذاب مس را بر روی آنها ریخت. غرش وحشتناک یأجوج و مأجوج برای لحظه‌ای قطع شد و سکوتی سنگین در میان دره پیچید. ذوالقرنین پس از اتمام کار گفت: این سد با اذن خدا تا زمانی که او بخواهد پابرجا خواهد ماند، اما روزی خواهد آمد که این قوم دوباره آزاد خواهند شد. افسانه ها میگویند که از همان زمان تا به امروز قوم یأجوج و مأجوج شبانه روز دیوار را میخراشند تا راهی برای فرار بیابند. گفته می شود آنها هر شب کار می کنند، اما هنگام صبح خداوند سد را به حالت اول باز می گرداند. بر اساس پیشگویی ها روزی خواهد آمد که این قوم آزاد خواهند شد و مانند موجی ویرانگر به زمین باز می گردند. آن روز جهان درگیر آشوبی بی پایان خواهد شد. تا امروز مکان دقیق این سد در هیچ نقشه یافت نشده و کسی نمی‌داند که آیا یأجوج و مأجوج هنوز هم پشت دیوارها زندانی اند یا منتظر زمانی مناسب برای بازگشت و انتقامند.